أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. در سوره قبلی ما شما خواندیم که الله متعال، یعنی رابطه این سوره یوسف علیه السلام با سوره قبلی در چی هست که در سوره قبلی ما شما خواندیم که الله متعال در آیت 120 سوره قبلی گفت که و کلا نقص علیک من انباء الرسل، و رسول الله صلی الله علیه و گفت که ما بر تو قصه میکنیم یا بیان میکنیم امو اخبار و حادثات واقعی که از پیغمبرا بود. هدفش الله متعال بیان کرد که ما نثبت به فؤادک، به خاطر از اینکه قلب تو را آرامش بتیم، یا تو را ثابت القدم است، یکی ثابت القلب، که قلب انسان هم تو به حق ثابت باشه دیگه. این به خاطر از این بود که به رسول الله صلی الله علیه و قلبش آرامش پیدا بکنه و به مشکلاتی که در عصرش هست متأثر نشه و جگرخون نشه و خفه نشه که مثلا مردمای بیدین چی کارا را میکردن. پس الله متعال داستانهای یا قصه ها یا اخبار موحدین بیان کرد تا ای که به رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر هر دعوتگر مسلمان قلبش آرامش بده. و برای مسلمان ها سه چیز بیان شد. و جاءک فی هذه، میگه در همین قصه ها سه چیز آمد. اول الحق و موعظه و ذکر. دیم حق توحید بیان شد. دی قصه ها بیان میشه، قصه موحدین و توحید و شرایط توحید و احکام توحید، که اگه انسان مسلمان هر پیغمبری که میامد اول توحید بیان میکرد، دوم موعظه میکرد، وعظ میکرد که شما وقتی که خودتان ایمان آوردین و عمل الصالحات کردین باز شروع کنین به تواصوا بالحق، ای تواصوا بالتوحید و تواصوا بالصبر. یکی توحید بیان میکنه، یکی صبر. چرا؟ برای دعوتگر وقتی که دعوت کردین امی سختی مشکلات با سرش میایه. پس الله متعال حق و موعظه و ذکر دیگه پند که بیار ما در سایه از اینا پند شوه، عبرت شوه. اینال وقتی که از ذکرها را بیان کرد، آل این سوره یوسف علیه السلام که است، امو مشکلاتی که یوسف علیه السلام داشت با مشکلات رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد مشابهت داشت. مثلا همین قسم که رسول الله صلی الله علیه و وقتی که چند وقت مشرکین میخواستن به قتل برسانن و بکشن، عین کاری را که مشرکین بالای رسول الله صلی الله علیه و میکردن و بالای خانهش حمله کردن، متوجه هستین؟ بر رسول الله صلی الله علیه و میگه بر تو خو مشرکین آمدن حمله کردن. یوسف علیه السلام شما ببینید که بر یوسف علیه السلام چی کرد؟ حتی برادرایش حمله کردن. پس این مشابهت بود بین امو حادثه رسول الله صلی الله علیه و که بالای از حمله صورت گرفت و مشابهت است با حادثه یوسف علیه السلام. سر رسول الله صلی الله علیه و هم عمله قتل صورت گرفت. برش گفتن که یا رسول الله امی قسم که سر تو حمله شده متاثر نشو به این حمله ها. الله یوسف علیه السلام که حفظ کرد، تو را هم همین قسم حفظ کرد. همین قسم که لشکر خدا اونجا روان کرد. و ما یعلم جنود ربک الا هو، لشکر الله را نمیشناسن مگر خود الله میشناسه که چی لشکریانی داره و چه قسم بنده های مخلص خود الله از امو ظلم ظالمان نجات میده، چشمشان کور میسازه. مثل که چشم امو مشرکین قریش کور ساخت و اونا نتونستن که رسول الله صلی الله علیه و به قتل برسانن، بلکه رسول الله صلی الله علیه و هم در خانهش نجات داد و هم در غار ثور. به این شکل یوسف علیه السلام هم وقتی که برادرایش خواستن به قتل برسان، الله متعال او را حفظ کرد و وقتی که میخواستن این در چاه پرتن، شما تصور بکنین یک کسی را که در یک چای بسیار چخوری که او چاه هم مثلا در زمانهای سابق ساخته میشد دیگه کلش سنگ است و کلش چی است، لکن یوسف علیه السلام هیچ نقص آمده که نه دستش اوگار شد نه پایش اوگار شد، زیرا مجرده که اینایی را به پایین انداختن فوراً چی میه مدد الهی رسید و ملائکه الهی حفظت الکرام را حفظ کردن. پس اینجا هست که مشابهت از بین داستان و زندگی رسول الله صلی الله علیه و زندگی یوسف علیه السلام. پس وقتی که یوسف علیه السلام کشیدن از این منطقه،
اینا میخواستن که نابود بکنن، از بین ببرن و رسول الله صلی الله علیه و آله هم میخواستن نابود بکنن، از بین ببرن. پس در زمین برای نابودی یوسف علیه السلام هم برنامه گرفته شده بود، برای نابودی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم برنامه گرفته شده بود. لکن در آسمان ها الله و ملائکیش برنامه دیگه داشتن، هم به رسول الله صلی الله علیه و هم به یوسف علیه السلام. برای یوسف علیه السلام به مقام صدارت و ایگپا رسید، وزیر شد و وزیر تجارت شد، وزیر زراعت شد، باز وزیر اقتصاد شد، باز به مقام صدارت رسید و رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش به رهبریت دولت اسلامی رسید. یوسف علیه السلام کل مصریا به یوسف علیه السلام تسلیم شدن. متوجه هستین؟ ببینید یک مقایسه بسیار جالب است که بسیاری کسا نمیفهمن امی ارتباط بین رسول الله صلی الله علیه و سلم که نثبت به فؤادک، این تثبیت قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم. سایکو وقتی که تو را میکشن، یوسف علیه السلام کشیدن، یوسف میخواستن بکشن، تو را میخواستن بکشن. برای یوسف علیه السلام معامله قتل بود، چی میخواستن بر تو هم بود. برای اگر در زمین میخواستن که یوسف علیه السلام به شهادت برسانن، در زمین هم تو را میخواستن به شهادت برسانن. لکن در آسمان ها پیش الله در مقابل این دسایس از اونا برنامه های الهی چی بود؟ و یمکرون و یمکر الله. امی آیت قرآن که میایینی بسیاری کسا تفسیرش درست نمیفهمه، میگه و یمکرون، هنا چی میکنن؟ برنامه ریزی میکنن، پروژه میسازن به خاطر قتل کی؟ قتل پیغمبرها، قتل دعوتگرها، قتل موحدین، قتل مسلمانها. و یمکر الله، و الله برنامه ریزی میکنه. همین نفر که برنامه میریزه خبر نداره که امی قسم که برادرای یوسف علیه السلام آمدن تسلیم یوسف علیه السلام شدن، اینمی قسم قریشی ها ذلیل شدن و آمدن تسلیم شدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز فتح مکه. کلشان تسلیم شدن و آمدن. یوسف علیه السلام به صدارت رسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به چی رسید؟ به رهبریت دولت اسلامی رسید. اونجا یوسف علیه السلام قدرت گرفت، اینجا رسول الله صلی الله علیه و اونجا توحید یوسف علیه السلام نشر کرد، اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این خاطر ایره احسن القصص میگه. بهترین احسن القصص چی معنی؟ بهترین اخباری که به رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار مهم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات است. الله اعلم بمراده. تلك آیات الكتاب المبین. تلك این است آیات الكتاب، آیات الکتاب، کتاب که قرآن عظیم شان است، المبین که بسیار واضح و روشن و آشکار است برای کسی که عقل سلیم داشته باشه، قلب سلیم داشته باشه، فکر چی داشته باشه؟ روشن فکر باشه. این انزلناه، الله متعال میگه یقینا که ما انزلناه نازل کردیم امی قرآن عظیم شان را. امی کتاب، این ضمیر به کتاب راجع است. این یقینا که ما الله متعال میگیم، عظمت خود الله بیان میکنه. یعنی الله متعال میگه که به عظمت خود، به قدرت خود، به امی قوتو که الله متعال داره، میگه انزلناه نازل کردیم امی کتاب مبینه. با چی روان کنیم؟ قرآن که قرائت میشه، کتابی که این بسیار خوب هر کس میتونه قرائت بکنه به هر زبانی که باشه. حال بسیاری وقتا شما سعی کنین از قاریای عرب کده قاریای عجمی که زبانشان عربی نیست بسیار خوبش چی میکنن؟ تلفظ میکنن، تلاوت میکنن. ماشاءالله این کلام الله هست. قرآن عربیا، این قرآن فرستادیم که قرائت میشه عربیا، به زبان عربی فصیح، واضح، روشن، بسیار خوب، شیرین. زبان شیرین، شیرین ترین زبان ها زبان عربی است که کسی یاد داشته باشه بسیار خوش انسان می. لعلکم تعقلون، شاید که شما چی کنین؟ عقلتان استفاده بکنین. نحن، الله متعال میگم ما، یعنی عظمت خدا بیان میکنه که اللهی که صاحب عظمت است، میگه ما نقص و بیان میکنیم. وقتی که الله عظمت خدا بیان کرد، ما و شما باید الله را با مو عظمتش بشناسیم. نحن نقص علیک، الله متعال میگه ما بیان میکنیم علیک بر تو احسن القصص، بهترین قصه ها را، بهترین اخبار، بهترین اخباری که بسیار ارتباط داره بین زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و زندگی یوسف علیه السلام. متوجه هستین؟ یوسف علیه السلام متهم شد به چی؟ به زنا. توسط کی؟ توسط خانم از این چیز. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم همسرش متهم به این کار شد. یعنی بسیار مشابهت است. چی سر خود انسان که تهمت بکنه، چی سر فامیلش، کلش بر انسان بسیار جگرخونی و سختی میه. اما سختی ها را که یوسف علیه السلام کشیده بود، اما سختی ها را رسول الله صلی الله علیه و سلم هم کشیده. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، یعنی قصه ها را که میگه ما بیان میکنیم، این وحی هست به سبب آن که ما این وحی کردیم الیک بسویتو. اینا چون وحی شد و وحی که از ما و شما گفتیم باید چی باشه؟ توقیفی. مسائل غیب
توقیف است که باید تو توقف بکنی، اضافه از آنچه که در قرآن و سنت آمده دی نگیری. از این خاطر دمی قصه سریال که اینا جور کرده ایرانیا دی بسیار غلطی هاست، بسیار اشتباهات است، حتی شرک است. یک جای شرک میخواد ذهن مردم، همین کسایی که عقیده خود از فیلم ها و سریال ها میگیرن یا حتی مشرک و کافر میشن. چطور مشرک میشن اینا؟ وقتی که سریال ها عقیده را درست نفهمه، سریال ها را سهل میکنن، اینا را در شرک و در کفر مبتلا میکنن. شرک چی است؟ یک جای سهل میکنه که اونجا قبر یک کس را نشان میده که من نفهم قبر اسحاق علیه السلام ساختن یا قبر یعقوب علیه السلام، اما تو دیگه اون چی میکنن؟ باز گرد از کلش چکای از گرد قبر چی میکنن؟ طواف میکنن. و طواف عبادت است و این عبادت بغیر از بیت الله که الله او را قدسیت داده که گفته بیت الله هست، بغیر از او دیگه خانه ها اگر کس طواف میکنه ولو که قبر رسول الله صلی الله علیه و باشه، این در شرک مبتلا میشه. شرک در عبادت است. و میدونید مثلا در اون سریال ها شرک در عبادت نشان میده، مشرک هستن. در این قرآن باز مثلا دیگه چیزایی را میگه، بسیار گپا. این مثلا زلیخا دوباره جوان شد، بازو زیبا شد، بازو یوسف هستم که ازدواج کرد. کوکی در قرآن کی کدام از این قصه آمده؟ از این خاطر این مسائل غیبی هست، به این فیلم ها و سریال ها و قصه های از یا متاثر نشین. این بسیار خطرناک است. کس متاثر میشه عقیدهش در عقیده شرک و کفر داخل میشه. الله متعال میگه نحن ما نقص قصه میکنیم، بیان میکنیم علیک بر تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم احسن القصص، بهترین قصه ها. بهترین اینجا قصص نگفت، قصص گفت. چرا؟ فرق از بین قصص و قصص. قصص جمع قسمه، اما قصص که است اخبار واقعی، امور واقعی. بما اوحینا، به سبب این که وحی فرستادیم به سوی تو. پس آنچه که از این اخبار از اینا می یا به اساس وحی می که وحی فرستادیم الیک و سوی تو هذا القرآن، همی قرآن از این مشانه. و این کنت من قبله، اگر چی قبل استی بوده ای رسول الله صلی الله علیه و سلم لمن الغافلین، از جمله بیخبران. اینجا غفلت به معنای بیخبری هست. این حالا چی معنی؟ یعنی این قصه ها را تو نمیفهمیدی، این برنامه ها را تو خبر نداشتی، این حالا اینا ما بر تو وحی کردیم باز تو فهمیدیم. خب پس این مردمای دیگه که از دل خود جور میکنن سر از وحی شده؟ نه. پس چی هست؟ تهمت سر الله، افتراء از سر الله. از این خاطر الله متعال میگه که اگر امی فیلم و سریال ها را ولو که علما جور کرده باشن، اما علما چی کردن؟ سر الله، اما عالمی که تایید میکنه افتراء سر الله میکنه، تهمت سر الله میکنه. و ما شما قبلا خوانده بودیم که و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست بسیار ظالمتر نسبت به شخصی که بالای الله چی میکنه؟ افترا میکنه. اذ قال یوسف، اذ قال هنگامی که گفت. کی گفت؟ یوسف علیه السلام گفت. برای کی گفت؟ لابیه، بر پدرش. یا ابتی، ای پدر ما، انی رأیت 11 کوکبا، ما دیدم چی را؟ 11 کوکب ستاره را، و شمس و القمر، و آفتاب دیدم، و مهتاب. رأیتهم لی ساجدین. میگه رأیتو اینجا به معنای دیدن در خواب است. این رأیت 11 کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم، میگه اینا را من در خواب دیدم که لی ساجدین. اینال یکی تعبیر است، یکی تدبیر است. فکرتان باشه فرق بین تعبیر و تدبیر چی است؟ هر کس تعبیر کرده نمیتونه، اما تدبیر کرده میتونه. تعبیر این است که مثلا یک نفر میخواد که والا این مانا را میته، این مانا را میته، این مانا را میته. این صلاحیت هر کس نداره. از این خاطر بسیاری کتاب‌هایی است که نوشته شده، این علما میگن، بعضی کتابا نوشته شده که کتب یحذر منها العلماء. بعضی کتاب‌ها هست که حتی علما میگه این کتاب‌ها را نخوانین. علما میگه خواندن از این کتاب ها حرام است. یکی از این کتاب ها کتابای چی است؟ تعبیر خواب است که مثلا یگان تا نوشته کردن و دو بسیار خرافات گرفته، بسیار چیزای خرابی را گفته که انسان عقیدهش خراب میکنه. از این خاطر گفته. این حالی یعقوب علیه السلام تعبیر میکنه یا تدبیر میکنه؟ و پیغمبر الله هم است، چون میفهمه عقیده را، از این خاطر تعبیر نمیکنه. خواب زیره چی میکنه؟ برش تدبیرش بیان میکنه. تدبیر چی است؟ میگه بچه‌م اینمی خوابی که هست ایره برای برادرایت بر از یا قصه نکو. چرا؟ اگر این خواب قصه کنی باز اونا پیش خود وقتی که خواب میسنجن، خونه 11 تا بیادر است، میگه اینه ولی 11 تا ما هستیم، اینه ولی اینه ای میخواد بزرگ شوه سر ما و بزرگی کنم و چی کنم و چی کنه، ای باز برای تو کدام دسیسه میسنجن. از این خاطر تعبیر نمیکنه، تدبیر میکنه. بعضی کسا که پیش ما میگه که استاد ما تو خواب دیدیم، باز ما بسیاری وقتا برشان تعبیر نمیکنم. چی میکنم؟ تدبیر میکنم. میفهمم که این نفر همین خوابا را که دیده به خاطر ضعف عقیدهش است، برش میگم تو برو درسای عقیده را خوب
138 درس عقیده است، همین خوب گوش بگی. این کمی درس‌ها را گوش میگیره، دیگر روز که میگم چطور است این خوابا را میبینه، میگه نه هیچ خوابا را ندیدم. چرا؟ شیطان همیشه چی میکنه؟ انسان که عقیده‌اش ضعیف باشه، شیطان در خواب رو گمراه میکنه. یک چیز باز ما شما میخوایم به نام رجال الغیب میگن، او رجال الغیب نیست، رجال الجن است. بعضی اوقات شیطان در لباس یک آدم خوب در خواب پیش تو میاد و تو را میگه که این من بسیار خوب آدم هستم. بعضی اوقات حتی در بیداری میاد و این نفر چی میکنه؟ عقیدهش خراب میکنه، بخی میگه تعویض بده. سر یگان زنای مثلا بی سواد بی عقل که از قرآن و سنت بی خبر است، قرآن از لفظ خوانده نمیتونه، بازی رو میگه بخی تعویض بده. بازی زنه که میگه من پریزن هستم، بازی تعویض داده میره. دبی تعویضای خود به صدها نفر می پریزن کافر میسازه. متوجه هستین؟ از این خاطر خواب انسان تعبیر کرده نمیتونه، هر کس تدبیر کرده میتونه که برش یک راه نشان بدی. یا یک دختر است مثلا پیش من میامد، رفتم یک روز یک خانم است به حجاب است، آمده که والا مخشب خواب دیدم که قرآن در دستم است و طرف آسمان میرم و کعبه است راست. ما گفتم تعبیر خواب چی است؟ من گفتم تعبیر خواب تو تعبیر نکردم، تدبیر برش کردم. گفتم تو باید این خواب بسیار خوب است، بعد از این حجاب مراعات کو، دیگر سرخی نزن، سفیده نزن، فیشن نکو، اما تو خوب صفا ستره. متوجه هستین که یعنی این خواب برش هم یک نتیجه خوب بده و هم حداقل چه شود. از این خاطر یعقوب علیه السلام در اینجا چی کرد؟ تعبیر کرد یا تدبیر کرد؟ چی کرد؟ تدبیر کرد. فکرتان باشه. قال یا بنی، گفت یعقوب علیه السلام یا بنی ای پسرک من، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، لا تقصص قصه نکو، بیان نکو رؤیاک خوابت را علی اخوتک بر برادرانت، فیکیدو لک کیدا، باز اونا کید این چی نمیگن؟ یعنی دسیسه و برنامه ریزی میکنن برای تو. برنامه های بسیار، چون برنامه ریزی دو قسم است، یا برنامه مثبت است یا برنامه منفی هست. اما این برادرای عزیز برنامه چی جور میکنن؟ برنامه منفی. چرا؟ حسادت میکنن. فیکیدو لک کیدن، پس برای تو در حق تو برنامه ریزی میکنن، دسیسه باز میکنن، لک کیدن و برنامه ریزی و چی؟ دسیسه سازی. این شیطان، یقین داشته باشین که شیطان که اصل الانسان برای انسان چی است؟ عدو و مبین، دشمن بسیار آشکارا هست. یعنی شیطان عادتش است که در قلب انسان چی را زیاد کنه؟ حسادت زیاد کنه، همیشه تو را حسود میسازه. حالا مثلا یکی حسد است، یکی غبطه. حسد، غبطه، غین به توی ایگردک. حسد چی است؟ غبطه چی است؟ حسد ای است که تو وقتی که یک کسی دیگر در وجودش یک خوبی را میبینی، مثلا مالدار است، عالم است، دانشمند است، فهمیده است، اگر گفتی که پروردگارا اینمی مال ازیر زائل بساز بر من، اما تو مال بده، این حسادت است. چرا این مال داره؟ چرا این علم داره؟ چرا این دانش داره؟ چرا این فلانی داره؟ این را حسادت میگن. بعضی اوقات مثلا یک عالم سر عالم دیگه حسادت میکنه، اگر بفهمه که والله این شاگردا پیش فلانی میره زیاد در درسش اشتراک میکنن، با حسادتش میه. یکی مثلا یک نفر موتر خوبش داره یا خانه خوبش داره، یک نفر حسادت میکنه، مثل که شیطان سر آدم علیه السلام حسادت کرد. یکی غبطه هست. غبطه چی است؟ غبطه ای است که اوش حسادت حرام است و غبطه جایز است. غبطه چی است؟ که یک کسی میبینی بسیار خوب درس میخونه، من میبینم که والا اینمی شیخ ماشاءالله جوان هم است، خوب در درس ترا کوشش میکنه، میگم کاش که مرا هم الله مثل از یورا حوصله بده. اینی شیخ بسیار خوب تقوا داره، یا الله کاش که مرا هم تقوا از الله نگه داشته باش، مرا هم توفیق بده مثل از یورا چی باشم؟ با تقوا باشم. فلانی نفر خوب یک موتر لوکس داره، من پروردگار موتر از اینم حفظ کو، همین قسم یک دانه برام ام بده. پس این چی میگه؟ غبطه میگه. تقاضا میکنی لکن حسد تقاضای چیز با زوال از او نعمت از او جانب مقابل. غبطه است که این چیز تقاضا میکنی لکن زوالش بر جانب مقابل تقاضا نمیکنی. این فرق از بین غبطه و حسادت. اینجا برشان گفت ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان بر انسان دشمن بسیار آشکاراست. به خاطر چی؟ به خاطر که در وجود انسان چی داخل میکنه؟ حسادت داخل میکنه، که بخی که برادر تو را سیکو چقدر قدرت باز پیدا میکنه، سر شما حکومت میکنه، این میکنه، بخیزید بکشین، از بین ببرین. خب و کذالک یجتبیک ربک، و این چنین این برش میگه که اینی قسم الله تو را برمیگزینه، این تدبیر برش میگه. این یعنی برای بچه خود میگه که این آغاز چی هسته؟ آغاز چی است؟ آغاز خوشبختی توست. آغازی از این است که الله تو را اختیار بکنه، تو انشاءالله در آینده شخصیت خوب میشی. و کذالک و این چنین یجتبیک برمیگزینه تو را ربک پروردگارت، و یعلمک باستر تعلیم میته من تعویل الاحادیث. یعنی سعی کنین اینجا تعویل احادیث
یعقوب علیه السلام بر یوسف علیه السلام گفت کی تعلیم داد؟ الله برش یاد داد. پس در حقیقت معلوم میشه که همین تعویل احادیثی که بسیار قوی بود یوسف علیه السلام یکی از معجزات یوسف علیه السلام است که داشته است که دیگرایی نداشته. و یعلمک گفت و یعلمک ترى تعلیم میته الله متعال من تعویل الاحادیث، تعویل اینمی خواب ها را. و یتم نعمته و پورا میکند نعمت خود را علیک بالای تو و علی آل یعقوب و با آل یعقوب. آل یعقوب اینمی قسم میگه خودش یعقوب است، میگه ان شاء الله با اولادش بردگرا هم تمام میکنه. چه قسم؟ کما اتمها، مثل که همین نعمت ها را تمام کرد و همین علم و دانش و پیغمبری و نبوت در بین از داد علی ابوی که بالای دو پدر تو. دو پدر از کی بود؟ من قبل و قبل از این. یکی پدر کلانش ابراهیم علیه السلام است و پدر کلانش اسحاق علیه السلام است و ابراهیم علیه السلام باز پدر کلان پدرش است. یوسف علیه السلام بچه کی بود؟ یعقوب علیه السلام. یعقوب علیه السلام بچه اسحاق علیه السلام. اسحاق علیه السلام بچه ابراهیم علیه السلام. این چهار چیز شدن. سه شد نه. این قسم گفت که همین قسم سرپدران تو که ابراهیم و اسحاق است که خانواده های از اونها خانواده های بسیار نیک و خوب بودن، اینمی قسم خانواده های شما هم که یوسف علیه السلام است همین قسم این تمام میکنن سر آل یعقوب. از این خاطر در فرزندای یعقوب علیه السلام هم زیاد پیغمبرا بودن. ان ربک، یقینا که رب تو علیم بسیار عالم است، حکیم بسیار با حکمت است. لقد كان في يوسف و اخوته آیات للسائلین. الله متعال میگه یقینا که لقد، یقینا که کان بود فی یوسف، در یوسف علیه السلام و اخوته و برادرای از آیات، نشانه ها، درس ها، پند ها، اندرس های بسیار زیاد للسائلین، برای سوال کنندگان، یعنی برای هر کسی که این قصه را میخوانه در این تفکر و تدبر میکنه برای این بسیار درس های زیاد است و خوب است. اذ قالوا لیوسف، وقتی که گفتن همی برادرانش لیوسف و یوسف علیه السلام و اخوه و برادرش احب الی ابینا منا، آل دیگه یا حسادت شروع کردن، گفتن سعی که تو یوسف که بیادرش پدر ما چقدر یارا دوست داره و نحن عصبه، ما چقدر تعداد ما زیاد است، در حالی که یوسف هم خردسال بود و او بیادرش هم خردسال بود یا کتا کتا جوان جوان بودن. حالا میشه پدر و مادر کس اما طفلای خرد زیادتر ناز میته، حالا میشه بچه کلان 24 ساله رو بیار در زاروی خود بشانه، او رو نمیتونی دیگه، اوش تو که خرد کس رو در آغوشت میگیری یا بوسش میکنی، حالا بچه کتا ریجدار رو بگیری ماچ شام کنی نمیشه دیگه. اگه از جای سفر به روش ماچ کنی سه سمایی قسمی که هر سر مثل شتوکا کوره، حال شما کتا کتا هستین خرد سر از هم حسادت شروع کردن، گفتن لیوسف و یوسف که است و اخوه و برادرش از اینکه خردترک بود، احب الی ابینا منا، بسیار محبوب تر هستند به نزد پدر ما، منا نسبت به ما، و نحن عصبه، در حالی که ما بسیار تعداد ما زیاد است، 10 نفر هستیم کلان کلان. ان ابانا، سعی که سر پدر خود چی میگه؟ میگه ان ابانا، یقینا که پدر ما لفی ضلال مبین، در اشتباه آشکارا است. اینجا دلال به معنای اشتباه هست، اینا میگن که پدر ما اشتباه میکنه که این کارا میکنه. آل حسادت از اینا ایره به چی میکشونه؟ که حتی برادر خدا بکشه. چقدر حسادت بد مرض است، انسان باید حسادت نداشته باشه. حالا دیگه گفتن چی میکنیم؟ گفتن اقتلوا یوسف، به قتل برسانید یوسف را علیه السلام را، او اطرحوه، یا حداقل اطرحوه اردن، در یک سرزمین دیگه ایره چی کنین؟ پرتین، یعنی رایش کنین در یک جای دیگه که هیچ دمی خانه ما نباشه. یخلو لکن، تا خالی شود، لکن برای شما، وجه و ابیکم، امو روی پدرتان، یعنی وقتی که ایره دور کنین باز توجه پدرتان به طرف شما چی میشه؟ زیاد میشه. و تکونوا من بعده قوما صالحین، و باز بعد از این و تکونوا میباشین من بعده، بعد از این قوما صالحین، مردم بسیار صالح. اشتباه کسایی که گناه میکنه اینمی هست. بعضی کسا میگن من خوب گناه میکنم، برو خرسی گناهگاه که میکنم، شیطان امی وسوسه‌اش است. فکرتان باشه همیشه شیطان چی میکنه؟ میبرد میگه امی گناه را بکو، بعد از این باز بسیار خوب آدم شو، امی آخری گناهت باشه. فهمیدی؟ یعنی دوز میگه امی آخری دوزی را بکو، باز توبه بکو. اختطافچی را میگه تو امی اختطاف بکو، برو باز بعد از این باز توبه بکو. شرابخور میگه می شراب بخو، ای که یک دفعه رفت که اختطاف کرد، اختطاف گیر آمد، یک وقت دار آویزان است. دزدگیر می وقت دستش قطع میشه، دزدگیر می مثلا کشته میشه. متوجه هستی؟ از این فعل زنا بسیار اولاد باطل و جنگ و غال مغال و کشتن و قتل گپا پیدا میشه. از این خاطر میگه که این یکی از دسایس شیطان است که برای انسان گناهکار همیشه گناهش توجیه میکنه و برش میگه چی است؟ این گناه را بکن، آلیا میگه یارا میگه که برادرتان قتل کنین و تکونوا من بعده قوما صالحین، باز بعد از شما بسیار مردم صالح و خوب شوین. در حالی که وقتی یک کار کردن در تمام عمر
یا چیز شدن، بدبخت شدن و در تمام عمر پدر از پیششان ناراض، زندگیشان خراب، خودشان به تشویش، وضعیتشان. قال گفت قائل یک تن از گوینده ها منهم از جملهشان از این برادرها یک برادر گفت، این یک برادر نسبت به دیگاهش کرده دلسوزتر بود، گفت لا تقتلوا یوسف، گفت یوسف را به قتل نرسانین و القوه فی غیابت الجب، پرتنش در چی؟ در قعر چاه. جب چی را میگن؟ امو چاه را میگن. غیابه امو جای غایب چاه که بسیار از چشما پت است، دی پرتنش. یلتقط هو بعض السیاره، تا که او را بگیره. یلتقط لقطه یگان وقت در اصطلاح های شرعی میگن لقطه چی را میگن؟ شما رو میگن لقطه می چیزی که در راه میره یک هزاری میفیره لقطه میگه. میگم این حکم لقطه چیست؟ حکم از این است که مثلا اگر یک پیسه یک چیز را میفی، ایره باید چی کنی؟ با مو صاحبش اعلان بکنی، خبر بدی تا که صاحبش چی شوه؟ صاحبش پیدا بکنی. اگر صاحبش پیدا نمیشه، باز ایره برو به یک فقیر بدی به نام از اون کسی که مالش است، بگو که در روز آخرت باز بگو که من گرفتم به فقیر دادم، ثوابش برای در روز آخرت میده. اما خود مفتی جور نکن که باز بگی برو دیگه 3 دفعه صدا کردم کس پیدا نشد. این یا گفتن که فی غیابت الجب، ایره پرتن در بین قعر چاه. یلتقط بعض السیاره، که ایره بگیره بعض السیارات، بعضی از امون کسایی که در سیاره هستن. آل در زبان عربی سیاره موتر میگن، لکن اصلا سیاره کاروان میگفتن. اما کاروانه که مثلا از یک منطقه به منطقه دیگه میرفت، در بین از اون مثلا 50 60 تا 100 تا شتر می بود، این سیاره میگفتن. باز گفتی را بگیره بعضی همون کسایی که سیر میکنن، سیر و نقل و حرکت گرفته شده است. پس گفت بازی را بگیره اون بعضی کاروانی ها. این کنتم فاعلین، اگر شما این کارا میکنین. گفتن خیمات میکنیم، قتلش خیر نمیکنیم، میبریم میشه در یک چاماد یک جای میپرتیم. حالا میان دیگه پیش پدر خود برای تطبیق از این برنامه. قالوا، آمدن پیش پدر خود. قالوا، گفتن یا ابانا، ای پدر ما، مالک چی شده تو را، لا تأمنا علی یوسف، که تو ما را امین یا امانتکار یا اعتبار، یعنی ایمان کسی است، اعتماد میگن. ایمان و باور اعتماد، چرا بالای ما باور نمیکنی، اعتماد نمیکنی درباره ما؟ علی یوسف، بر یوسف. و انا لناصحون، ما که هستیم بر یوسف علیه السلام چی هستیم؟ خیرخواه هستیم، نصیحتگر هستیم. نصیحتگر همیشه چی میباشه؟ خیرخواه میباشه. ارسله معنا غدا، بفرست یوسف علیه السلام از فردا امرای ما، یرتع، تا که بخوره، و یلعب، و ساتیری بکنه. چون یه هم نوجوان است، خوش داره که در اموجه باغ هاست، میوه هاست، مثلا چیزایی که در اونجا از وا بخوره، و همچنان در اونجا چی کنه؟ از دوانی بکنه، مثلا از سواری بکنه دیگه، ساتیریایی که جوانا دمو دشتا و ترا میکنن. و انا له لحافظون، و ما که هستیم او را محافظت میکنیم. قال، گفت یعقوب علیه السلام، اینی یقینا مکه هستم، لا یحزننی، مرا جگرخون میسازد، ان تذهبوا به، که شما او را ببرین، و اخاف ان یاکله الذئب، و من میترسم که او را از پیشتان گرگ بخوره، و انتم عنه غافلون، در حالی که شما در غفلت باشین، یعنی شما در امو ساتیریتان باشین، در امو مسابقه سپورتیتان باشین، و این از پیش شما چی بخورن؟ امو گرگ. قالوا، برادرای یوسف علیه السلام گفتن، لئن اکله الذئب، اگر این باز گرگ خورد، و نحن عصبه، در حالی که ما یک تعداد بسیار زیاد هستیم، یک نفر دو نفر خو نیستیم، کل ما میتونیم که مقاومت در مقابل گرگ ها بکنیم. وقتی گرگ ها سر رمی معامله میکنه، خورده نمیتونه. یوسف علیه السلام چطور میخوره؟ اگر این کار کرد و در حالی که ما یک تعداد زیاد هستیم، ان اذا لخاسرون، باز ما در اون صورت بسیار زیانکار هستیم. فلما ذهبوا به، پس هنگامی که بردن او را، و اجمعوا، و اجماع کردن. اجماع چی میگن؟ که اجماعی را میگه که همون کسایی که در همینجا هست کلشان با هم چی شدن؟ یک نظر دادن. و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، و کلشان با اتفاق هم چی کردن؟ گفتن که این داخل میکنیم، ان یجعلوه، میپرتیم این فی غیابت الجب، در کجا؟ در قعر چاه. بعضی اوقات این بعضی مردم ها میگن اکثریت، حالا یا خیلی اکثریت بودن، چی کردن؟ اکثریتشان به یک جنایت اجماع کردن. این حاله او اکثریتی که مخالف قرآن و سنت باشه، او پیش الله اعتبار نداره. باید اکثریت وقتی اعتبار داره که او به مطابق احکام کتاب الله باشه. در قتل خود نمیشه، ولی 10 نفر کل ما اتفاق کردیم که بکشیم، برو خوب کار کردیم. این حال الله متعال میگه یا یک اتفاق کردن، لکن اتفاقشان یک اتفاق شیطانی و غلط بود. و اجمعوا، و اتفاق کردن، ان یجعلوه، ای که یوسف علیه السلام به اندازن در چی؟ فی غیابت الجب، در قعر چاه. و اوحینا الیه، و الله متعال میگه که ما وحی فرستادیم به یوسف علیه السلام که ای یوسف علیه السلام، تو جگرخون نشو. یک وقتی که این کار میکنه، لتنبئنهم بامرهم هذا، لتنبئنهم، حتما تو یاره خبر میدی یک روز
به امر هذا به میکارشان. باز یک وقتی که یا پیش تو میاین و او وقت بسیار احتیاج می باشن و تو در اوج قدرت می باشی، باز برشان خبر میدی که این شما یک وقتی اینی جنایت اینی اشتباه را کرده بودین و هم لا یشعرون، در حالی که یا چی است یا نمیفهمند. باز وقت اونا یوسف علیه السلام را نمیشناسن، یوسف علیه السلام باز اونا را میشناسن و جاءوا آل دیگه آمدن که برنامه را دیگه تطبیق بکنن. و جاءوا اباهم عشاء یبکون، آمدن آل خب یوسف علیه السلام در چاه انداختن، تطبیق کردن، آل آمدن دیگه امو چال و فریب جور میکنن، دروغ میگن. اینجا سعی کنین وقتی که همیشه میگه یک گناه که هست چند گناه دیگر هم در بر داره، یک ثواب چند ثواب دیگر در بر داره. چه قسم؟ امی گناه ها هم سلسلهش مثل زنجیر واره هست و نیکی ها هم سلسلهش مثل چی واره است؟ زنجیر واره است. مثلا شما اگر میخواین، اگر یک نفر یک گناه را میکنه، مثلا وقتی که اینا قتل کردن، آل مجبور هستن در پارویزی که قتل کردن اول دست سنجی کردن، حسادت کردن. سعی کن حسادت کدام گناه را آورد؟ اگر حسادت کردی نتیجه چی شد؟ دسیسه سنجی شد. این دو گناه. سوم گناهی که در پشت سرش آمد قتل آمد. آل که قتل کردن، آل بعد از این باز دروغ میگن، فریب میتن، مادر خدا دروغ میگن، پدر خدا دروغ میگن، قوم دروغ میگن. این کل زندگی از پس یک گناه حسادت چند گناه را جذب کرد؟ 4-5 گناه دیگر. امی قسم اگر انسان گناه را ترک میکنه، یک نیکی را میکنه، وقتی که یک نیکی را کردی باز او چند نیکی دیگر را بر تو چی میکنه؟ جلب میکنه. از این خاطر یک جوان پیش رسول الله آمد گفت که یا رسول الله برای من نصیحت کن. رسول الله گفت که دروغ نگو. این حال وقتی که هر کار را که میکرد میگفت اگه باز مرا مردم پرسان کنه، ما خب برای رسول الله تعهد کردیم که دروغ نگویم. پس همین سبب میشد که هیچ گناه را انجام نده. چرا؟ یک عمل نیک 100 عمل نیک دیگر را جلب میکنه. مثلا شما میخواین که نماز را به طریقه رسول الله صلی الله علیه و بخونید. یک کسی براتون میگه که رسول الله صلی وقتی که رکوع میکرد آنقدر رکوع طال میداد که ما فکر میگیم صحابه میگه که البته رسول الله اشتباه کرده، غلط کرده. یعنی به می اندازه که رسول الله صلی الله علیه و سجده میکرد، باز به می اندازه در سمیع الله لمن حمیده استاد میشد. آل بر شما سوال پیدا میشه، خب آل ما خود رکوع خواندم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس ربنا ورب الملائکه والروح اللهم لك ركعت وبك آمنت. این دعا را خواندم. آل دی سمیع الله لمن حمیده ما چی کنم؟ اما تو ناقص داد باشن، باز میگن ای وقتی که گفتی سمیع الله لمن حمیده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طیبا مبارکا فيه، این باز میری تسبیحات پیدا میکنی که رسول الله صلی الله علیه و نماز خود چه قسم میخوان. یعنی تو یک تصمیم میگیری که با طریقه رسول الله صلی الله علیه و نماز بخوانی، تو باز میتونی که با این یک تصمیمت 200 حدیث رسول الله صلی الله علیه و در نمازت باز چی کنی؟ تطبیق بکنی. متوجه هستین؟ مثل که براتون گفتم که کتاب صفت الصلاه وقتی که بخوانی، شیخ البانی 200 حدیث درباره چی ذکر کردن؟ نماز ذکر کردن. یعنی یک تصمیمی که تو گرفتی که من میخوایم به طریقه رسول الله صلی الله علیه و نماز بخوانم، باز اینمی یک تصمیم تو را وادار میسازه که 200 سنت چی کنی؟ تطبیق بکنی. اگه نه گفتی نه برو من نمازم میخوانم، چیزی که از پدرای ما ماندگی است، باز شیطان میگه تو ببین که پدر چه قسم نماز میخونه، یگان طرف ببین که پدرش در رکعت نماز در 2 دقیقه میخونه، باز بچهش میگه اوه پدرم روزه جنان به گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوش ندهم. باز یک شعرم برش میخونه، باز میگه که پدرم چی کرد؟ پدرم نماز ظهرش در 2 دقیقه بخوان، ناخلف باشم اگر من در 1 دقیقه خلاصش نکنم. اصلا میخواد باز این یک اشتباه انسان رو به چی میکشونه؟ به 100 اشتباه دیگه. اینه از این خاطر اینی غلطی ها رو میگه شما نکنین. حالا اینا حسادت کردن، بعد از حسادت دسیسه سنجی کردن، باز از دسیسه سنجی آماده به قتل شدن، بعد از او برادر خدا گرفتن در چاه انداختن، بعد از او آمدن آماده شدن به دروغگویی. حالا دیگه دروغ شروع کردن. و جاءوا آمدن اباهم به نزد پدرشان عشاء، در وقت عشاء. عشاء چی رو میگه؟ یکی عشاء است، یکی عشاء. عشاء نان شب میگه و عشاء چی رو میگن؟ امی بعد از نماز شام وقتی که شروع میشه خفتن عشاء میگن صلات العشاء. در وقت خفتن ناوقتی آمدن دیگه. چرا ناوقت آمدن؟ که برای پدر خود نشان بدن که ما شام نامدیم، ناوقت آمدیم چون بیادر خود زیاد پالیدیم، زیاد بدن. و جاءوا آمدن اباهم به نزد پدرشان عشاء، در وقت خفتن
9 بجه 10 بجه شب آمدن همه تو مانده و زله یبکون در حالی که گریه میکردن. قالو گفتن یا ابانا ای پدر ما اینا ذهبنا ما رفتیم. سه که دروغه همین گناهکارا که بسیار زیاد دروغ باز میگن دیگه. برای زیاد دروغ برای مردمای بیدین همین دروغ بیخی ساجق واره میشه. یگان تا ساجق میشه یگان تا سیگرت عملی داره. نه همین آدمای بیدین که از باز همین ساجق و سیگرت و نسوارشان چی است؟ دروغ است. زیاد دروغ میگن. اینا ذهبنا ما رفتیم نستبق مسابقه میکردیم و ترکنا یوسف عند متاعنا و ما ترک کردیم یوسف علیه السلام در پیش چی؟ متاع ما. همین سامانا و لباسایی که مثلا جوانا وقتی که ورزش میکردن کورتی و ترای خودم میکشن دیگه همونجا دوش میکنن میگید ما گذاشتیم پیش همو وسایل ما. فاکله الذئب بازور گرگ خورد. و ما انت بمؤمن لنا و تو نیستی بمؤمن یعنی تو نیستی که باور کننده لنا بر ما، یعنی تو بالای ما اطمینان نداری، باور نداری. متوجه هستین؟ ولو كنا صادقین اگرچه ما راست باشیم. و جاءوا علی قمیصه بدم کذب و آوردن پیراهن یوسف علیه السلام بدم کذب با خون دروغی. کدام خون چیز پیدا کرده بودن کدام چیز را دای زده بودن که این اصلا بیر گرگ خورد این هم پیرانش. قال گفت یعقوب علیه السلام بل سولت لكم انفسکم بلکه آراسته کرد لکم برای شما انفسکم نفسایتان امرنی تدبیرم. معلوم میشه که شما ایره چی کردین؟ میگه بعضی از مفسرین و بعضی از علما میگن حتی قوی عقل بودن که اون پیران هم سلامت آورده بودن. چه خوب گرگ است آدم خورد پیرانش هیچ غرض نگرفت یا پیرانش خون پر کرده بودن. قال بل سولت لكم انفسکم امرا بلکه ایره آراسته کرده بر شما نفس هایتان، یعنی ای خواسته های نفستان است، نفس اماره به سویتان که شما را زشتی دعوت کرده. نفس که از 4 قسم است. متوجه هستین؟ یکی نفس ملهمه هست. نفس ملهمه چی را میگن؟ نفس را میگه که الله متعال بر از او همیشه الهام خیر میکنه. وقتی شما میخواین کار زشت بکنین الهام میبردن از جانب الله که نگوی کاره. نه این نفس ملهمه هست. فهمید یعنی؟ و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نفس چی میگن؟ ملهمه میگن. دیگه نفس مطمئنه هست. نفس مطمئنه کدام نفس است؟ نفسی است که ای به احکام الله راضی است، در احکام و در شریعت الله هیچ تشویش نداره، شک نداره. متوجه هستین؟ این نفس انسان نفس مطمئن نداره. این نفس مطمئن است. این از احکام الله راضی است، الله از عبادت و اطاعت از این راضی است. این نفس مطمئن نمیگن. هرگاه تو از الله راضی بودی، از شریعت الله راضی بودی، از احکام الله راضی بودی، باز الله تو را چی میسازه؟ راضی میسازه. وقتی که الله تو را راضی ساخت تو راضی شدی بودی از الله، باز انال الله هم از تو راضی می باشه. این نفس مطمئن. یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنته. قسم سوم نفس لوامه هست. نفس لوامه چی است؟ نفس لوامه هی سکنین باز نفس از هر کدامش از خود رتبه داره. بلندترین رتبه نفس چی است؟ نفس چی است؟ بلندترین رتبهش مطمئنه هست. تو از احکام الله راضی هستی، الله از تو راضی میشه، از عبادت و اطاعت. این نفس مطمئن است. ارجع الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. در دقات بنده های ما در روز قیامت همراه نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین داخل جنت شو. برو بخیر. قسم دوم نفسی است که او چی است؟ نفس لوامه. نفس لوامه از مطمئنه که رتبهش پایین‌تر است. نفس لوامه کدام نفس است؟ نفس است که تو یک گناه را تصمیم میگیری، میخوای که یک گناه را بکنی، پیش از اینکه دیگه تو را ملامت کنه نفست برات ملامتت میکنه. احمق هستی، بسیار بی‌عقل هستی، چرا این کارو میکنی؟ باز اگر از احیانا از پیشت شد، باز پیش از اینکه دیگران تو را ملامت کنن خودت شرمنده میباشی، گریه میکنی، توبه میکنی، استغفار میکنی. این نفس لوامه میگه. ولا اقسم بالنفس اللوامه. این در قرآن آمده. بازو که در پایان نفس چی است؟ نفس ملهمه هست. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نفسی هست که خوب و بد میشناسه، خوب و بد میشناسه، لکن گاهی در خوبی مبتلا میشه، گاهی در بدی. و چهارم قسمش که هست با نفس اماره بالسوء هست. نفس اماره بالسوء چی است؟ اون نفسی هست که انسان به بدی ها دعوت میکنه. وقتی که به بدی ها دعوت کرد، باز وقتی که گناه را کرد، باز نفس اماره بالسوء برای چی میکنه؟ نفس اماره بالسوء باز برای ازی فتوا میته، براءت باز میگه. خب کردی جوان هستی، وقتت است. مردم 2 بوتل شراب خوردن، تو این یک پلگک خوردی. مردم 40 تا
گناه را کردن، تو یک گناه کردی، این برای خود چی بگه؟ گویند در ملک ما سکن یک شاعر شیطانی، شاعرای شیطان هم داریم، شاعرای رحمانی هم داریم. شاعر شیطانی چی میگه؟ میگه گویند در این ملک خوردن می چی است؟ حرام است. آن چیز که حلال است در این شهر کدام است؟ خیلی که شراب حرام است، مچم فلانی گرلفرند حرام است، بای فرند حرام است، مچم شراب حرام است، این فیلم ها حرام است، خیلی چی دیگه بابا کنیم دیگه بیادر گال ولی نکو قیلون حرام است، ایره نکو اینه چی میگه؟ این علامت نفس چی است؟ اماره بالسوء است. اینجا یعقوب علیه السلام برای بچهای خود چی گفت؟ قال بل سولت لكم انفسكم، بلکه ایره آراسته ساخته اینمی کار لکم برای شما انفسکم نفسهایتان که نفسهای اماره بالسوء است، امرن با امی تدبیرن. فصبر جمیل. آل یعقوب علیه السلام میگه من صبر میکنم که این صبر بسیار خوبه است. شما خب بچه مرا بردین و هر کار را دقش کردین. آل عزیز یک درس اعتقادی مهم گرفته میشه. درس اعتقادی مهم چی است؟ درس اعتقادی مهمی است که پیغمبرها علم غیب نداشتن. اینال عقیده قرآن و سنت همی هست، کسی که قرآن میخونه و قرآن عقیده داشته باشه که پیغمبرها علم غیب نداشتن. اینال اگر چرا ندارن؟ میگیم که اگر مثلا یعقوب علیه السلام علم غیب میداشت برشان میگفت که برو اون بوده چاس برین بچه ما بیارین. این علم غیب نداشت. حتی یوسف علیه السلام غیب هم نبود، غائب بود. علم غیب چی که علم غایب هم ندارن، یعنی از نظرش غایب است، نمیفهمه که یوسف در کجا هست. از این خاطر گفت فصبر جمیل، این صبر ما چی است؟ بسیار خوب است. والله المستعان علی ما تصفون، و الله که از مستعان است. سعی کنین اینال کسایی که میگه ما پیروان پیغمبرها هستیم، اونا استعانت از مخلوق میخوان، میگن ای فلانی شخص مدد یا فلانی مدد، میگن نمیگن یا فلانی صاحب مدد یا پیغمبر مدد. اینجا خود یعقوب علیه السلام که پیغمبر موحد است از کی استعانت میخواد؟ میگه مستعان کی است که از او استعانت بخوایم؟ میگه والله الله متعال مستعان است که از او استعانت و کمک و مدد خواسته میشه. علامات تصفون از آنچه که شما توصیف میکنید. پس استعانت و مدد یک عبادت است، عبادت قلبی که انسان مسلمان در کارهایی که از عالم اسباب مافوق باشه به الله رجوع میکنه. آل یعقوب علیه السلام دید که برادرش بچه‌اش خونه کلش میگه که گر خورده و این نیست، این خلاص. آل ما از کی استعانت میکنم؟ از کی استعانت میکنم؟ این یعقوب علیه السلام موحد است، میگه والله المستعان، استعانت ما از الله میخوایم. علامات تصفون به آن چیزی که شما بیان میکنید. و جاءت سیارت، و آمد یک کاروان، فارسلوا، باز فرستادن واردهم، امو سقاب خود را. وارد متوجه هستین؟ بعضی کسا می باشه در کاروان که مسئول چی می باشه؟ مسئول لوجستیک او میره، همون نفر که مسئول آوردنشان است رو روان کردن. فعدلا، پس انداخت دلوه دوله خدا. اونجا چون چا بود باز اینا همون تو دوله می داشتن، همین دوله خدا اینجا انداخت. قال گفت یا بشرا، بشارت باشه، مبارک باشه یا خوشخبری باشه. صدا کرد او خوشحال باشین، او چشمتان روشن. چی شد؟ هذا غلام، این در بین چا یک دانه نوجوان پیدا کردیم، یک پسر است اینجا. و اصروه بداعه، و ایرا چی کردن؟ اسیر گرفتن یا پنهان ساختن او را بداعتا، مانند یک جنس تجارتی. به نظر از او امی جوان بداعه چی را میگن؟ یک چیزی که جنس تجارتی باشه. میگه این والا صاحب یک جنس بسیار خوب، مثل که حال ما و شما بریم در یک جای، یک دفعه میری یک جایی که این یک توته طلا پیدا میکنی، باز اوه باز شما نخواد صدا کنین که باز توته طلا کپوت میکنین. این میگه این خود صدا کرد، گفت این صاحب این چیزه، این جنس یافتیم مکری. و اثر روح و ایره به اسارت گرفتن یا پنهان کردن بداعتا، مثل یک سرمایه که بعد حاصل کرده باشن. بداعه سرمایه یا یک جنس تجارتی. والله علیم بما یعملون، و الله متعال بسیار عالم است، بسیار با خبر است. بما یعملون، با آنچه که اونا میکردن. و شروه بثمن بخس دراهم معدوده. و شروه، آلی برادراش باز آمدن دعوا کردن که خب از ما هست و شما ایره گرفتین. بالاخره باز ایره چی کردن؟ امی برادرایش را فروختن در مقابل چی؟ بثمن، در مقابل یا ای است که برادرایش و یا ای که خود از اینا، والله علم. حالا خب برادرش رو انداختن، کاروانی را آمد گرفت برد. دیگه ایش نگفتن که باز چی است، این قصای دیگه نیست. حالا آیت قرآن برای ما چی میگه؟ کاروانیان آمدن امیر گرفتن و از همینجا کی را گرفتن بردن همراه خود. کجا بردنش؟ در مصر.
عالمی کاروانها و شروه، اینجا ضمیر راجع است به می کاروانی ها. کاروانی ها ایره فروختن در بازار مصر به ثمن، به قیمت اندک، به ثمن بخس، ثمن پول میگن، با پول بخس اندک، دراهم معدوده، چند درهم شمرده شدن، یعنی چند روپیه ایره، بسیار چند روپیه کوچک ایره فروختن. و کانوا فیه من الزاهدین، و بودن در مورد آن از جمله چی؟ بیزاران، یعنی اقدر علاقمندی به نداشتن. گفتن یک چیز رو یافتیم، بودنش یک چند روپیه فروختنش در بازار مثلا. و قال الذی اشتراه من مصر، و او شخصی که ایره خریده بود، و قال و گفت، امو شخصی که ببینید در قرآن نامش نیست، این نامایی را که مثلا اسرائیلا و ترا جور کردن ایره یا از اسرائیلیا گرفتن، از کتاب‌های بنی اسرائیل و از کتاب‌های یهود و نصارایی را گرفتن که ما و شما حق نداریم در قسمت پیغمبرا و در قسمت اخبار پیغمبرا از قصه های از اونها و چیزهای از اونها استفاده بکنیم. چرا؟ بسیاری دروغ ها در کتاب‌های از اونها زیاد اونها تحریفات دارن. اینال اینجا گفت و قال الذی، نامش نگرفته، گفت امو شخصی که اشتراه ایره خریده بود من مصر، از مصر. متوجه هستین چی گفت؟ لامراته، به خانم خود گفت، اکرمی مثواه، امی فرزند بسیار خوب نگاه بکن، عسى ان ینفعنا، شاید که ای به منفعت ما و شما شود، او نتخذه ولدا، و یا ای که ما و شما او را فرزندی بگیریم. نه، در اسلام که از فرزندی گرفتن حرام است. چرا حرام است؟ به خاطر که نتیجه منفی داره. یا در وقتی که فرزندی جوان میشه همراه فامیل ازی روابط نامشروع پیدا میکنه، یا ای که فامیل ازی به امرای ازی که فامیلن که عضو خانواده ما نیست روابط نامشروع پیدا میکنه. یعنی ببینید فرزندی گرفتن اینه که خطرناک شه. سال که مثلا میگه در اسلام خارخواندگی و مادرخواندگی و بچه خواندگی و خوارخواندگی و این گپا این چیزا نیست در اسلام. چرا؟ به خاطر از اینکه کلش زشت است. پدر خوانده، فلان پدر خوانده. یک نفر ببینید کلان یک آدم لندقه را در خانه خود شانده، هیچ چیت میشه ولی ما پدر خواندیم. ولی پدر از کی برای خانم از خسر حقیقیش است. این فرزندی و گپا نیست. ما و شما 5 قسم خواهر داریم که نکاح 4 قسمش حرام است، خواهر پنجم نکاح چی است؟ جایز است. خواهر پنجم شما نکاح میکنین؟ چرا ما و شما چند قسم خواهر داریم؟ یکی خواهر اعیانی داریم، در زبان عربی اعیانی میگن. اعیانی که از مادر و پدر باشه ایره اعیانی میگن. خواهر دیگه باز رو علاتی میگن. علاتی خواهر است که از پدر است از مادر نیست، ایره علاتی میگن. دیگه خواهر داریم، خواهر اخیافی داریم که از مادر که ما شریک است پدرای ما جدا هست، ایره خواهر اخیافی میگن. قسم چهارم خواهر ما خواهر چهارمی خواهر رضاعی است که امرایش یک جای شیر خوردیم از یک مادر. متوجه هستین؟ بیگانه هست لکن از یک مادر شیر خوردن، این خواهر رضایی شد. پنجمش خواهر دینی هست. این خواهر دینی که است، انما المؤمنون اخوة، هر کس که است خواهرش خانمش خواهر دینیش است. فهمیدی یعنی؟ پس این 4 خواهر اول نکاحش حرام است. خواهر پنجمی چی است؟ نکاحش جایز است. یعنی کسایی که نمی خواهر اعیانی و اخیافی و علاتی رو نمیفهمه، باز که مجبوری خواهر پنجم نکاحش جایز است که خواهر دینی هست، باز میگه ای نسب یک تعداد مردم پیدا شدن یا مچم از دل خود خواهر پنجم میگه حلال است. این رای رسول الله صلی الله علیه و آله میگفت احمق جان تو خود نمیفهمی دین، اصطلاحات دینی رو نمیفهمی. فهمیدی یعنی؟ اگر بفهمی پرسانش بگه اعیانی رو میشناسی، اخیافی رو میشناسی، او میگه اخیافیش کی کشیده؟ اخیافیش خمی کتابا کشیده. برو کتابای امام صاحب ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل بخوان رحمهم الله اجمعین، باز ببین که دریا چی میگن. اخیافی در باب میراثی گپا زیاد ذکر میشه. این این استاد صنفای 10 ماده مدرسه بدیم به زور سر استاد حفظ میکرد که این میراث است. اگه خواهر اعیانیش بوده که میراث میگیره، خواهر علاتیش میگیره نمیگیره، که خواهر اخیافیش قدر میگیره، خواهر رضاییش میراث نمیگیره، خواهر دینی کسی ترس. این کل از این در دین بیان میکنه. فهمیدین؟ و شروه و فروختن او را به ثمن بخس دراهم معدوده و کانوا فیه من الزاهدین. و قال الذی اشتراه من مصر لامراته، و قال الذی، و گفت او شخصی که اشتراه خریده امی یوسف علیه السلام من مصر از اهل مصر لامراته، بر خانمش گفت اکرمی مثواه، ایره خوب به عزت نگاه کن، عسى ان ینفعنا، شاید که ای به منفعت ما باشه، او نتخذه ولدا، یا ما او را بگیریم به صفت فرزند یا فرزندی. و کذالک الله متعال میگه و این چنین مکننا، ما امکانات و جای پیدا کردیم برای کی؟ لیوسف، بر یوسف علیه السلام، فی الارض، در سرزمین مصر، ولنعلمه من تعویل الاحادیث، و تا که بیاموزیم برای او من تعویل الاحادیث، از تعبیر خوابها را. اینه
پس امکانات هم الله برش آماده ساخت که در مصر زندگی بسیار خوب داشته باشه و علم تعبیر و خواب هم الله برش تعلیم داد. والله غالب و الله متعال بسیار غالب است علی امره به احکام خود ولکن اکثر الناس لا یعلمون لکن اکثر مردم نمیفهمه. یعنی حکم در حقیقت حکم الله است لکن بسیاری مردم ها نمیفهمه. میگن قانون فرانسه خوبش است، قانون امریکا بسیار خوبش است، قانون مصر بسیار خوبش است. میگن نه 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 الله متعال میگه که امر الله که است ای غالب است، خوب است، زیبا است، مفید است، به نفع بشریت است. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لکن کسانی که شریعت الله را نمیفهمند و میرن حقوق بین الدول میخوانند، حقوق قانون فرانسه را میفهمند، قانون امریکا را میفهمند، الله ور در قرآن میگه که یا عالم نیستند، این حقوقدانای جاهل هستند. حقوقدان عالمی که شریعت الله را بفهمه، باز قوانین بین المللی را هم بفهمه، باز رو که از این مقایسه بکنه، ببینن شریعت الله این تو خوبی داره و قوانین از اونها اینی زشتی ها را داره. ولما بلغ اشده ولا انگامی که رسید یوسف علیه السلام اشده به سن قوت خود، یعنی خوب جوان قوی شد، آتیناه حکما و علما. الله متعال میگه دو چیز برش دادیم، یکی حکم یکی علم. علم درش دادیم که خوب عالم بود، پیغمبر الله بود. حکم حکمتی که باز اون میتوانست خوب حکومت بکنه، خوب وزارت بکنه، خوب سیاست بکنه، خوب با فراست. اینا کسایی که میگه که دین که از با سیاست ارتباط نداره، این آیت قرآن نمیفهمه. سایی که میگه هم برش حکم دادیم، هم برش علم دادیم، هم حکمت حکومت داری و سیاست برش یاد دادیم و هم علم دین و علم دنیوی، کل این علوم هم برای یوسف علیه السلام دادیم. و کذالک نجزی المحسنین. امی قسم الله متعال میگه ما پاداش میتیم برای کی؟ برای محسنین، به انسانهای نیکوکار. محسن کسی است که او در نیکی ظاهری و غایبی بسیار نیک باشه. همین قسم که ظاهرش آراسته هست، زیبایی ظاهری را کل گیره الله دادن. همین ما شما کل ما زیبا هستیم. اگر یک کس میگه تو زیبا نیستی، برش میگیم که نه. همین بلال حبشی چه قسم بود؟ مؤمن بسیار زیبا بود. زیبا بود بله. آلیخ سیاپوس است، مؤمن زیباست. چرا زیباست؟ میگه به خاطر که الله گفته لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله میگه انسان ما بسیار زیبا آراستیم. اگر سیاه‌پوست است، اگر سفید پوست است، اگر زرد پوست است، اگر بینیش پخش است، اگر بلند است، اگر گوشایش خرد است، اگر کلان است، اگر هر قسم است، اگر ایش سفید است، جوان است، کلشان پیش الله زیبا هست. خیلی نازیبا کدام یکیست؟ نازیبا اون اسب است که دم داره. صحیح نه؟ این حاله پس او زیبا نیست. الله انسان زیبا خلق کرده. اینه که احسان چی است؟ که ظاهر زیبا هست، صورت زیبا، سیرت هم زیبا باشه. به اندازه زیبایی ظاهری صورتت، اگر سیرتت هم زیبا بود، باز تو محسن هستی. محسن کی را میگن؟ میگن محسن کس را میگن که اما قدر که در ظاهر خوب آدم است، در باطن هم خوب آدم باشه. امی قسم که در جامعه پیش روی مردم بسیار توصیفش میکنن تو بسیار خوب آدم هستی، وقتی که در اتاق تنها بود، دروازه ها را قفل کرد، موبایلش هم خوب هم چارج داشت، خوب هم یونتایش هم زیاد بود، اون وقت فیلمای خراب سیل نکرد، باز او وقت خوب آدم هستی، او رو باز محسن میگن. اگر که ظاهر بسیار خوب آدم هستی و نماز بسیار خوبش میخوانی، باز که در اتاق رفتی و کلکینا را بسته کردی، باز در اونجا باز به گناه ها مبتلا شدی، باز میگن محسن نیست. الله متعال میگه ما این قسم پاداش میدیم انسانای محسنه که مطابق اوامر الله خوب و متو آراسته باشند. و راودته التي هو فی بیتها، و خواست یعنی درخواست کرد از یوسف علیه السلام التي آن خانمی که هو یوسف علیه السلام بود فی بیتها در خانهش. حالا سعی کنین مادر خوانده به جنایت مبتلا میشه. مادر خواندگی نیست در اسلام، فهمیدی یعنی مادر خوانده سر بچه خوانده خود حمله میکنه. و راودته و درخواست اعمال زشت کرد التي امو خانمی که هو یوسف علیه السلام بود فی بیتها در خانش. علی خانم تقاضا میکنه عن نفسه از نفس خود. و غلقت الابواب خوب بسته کرد. امی قصرها که هستن، مثلا قصر چند تا دروازه در یک چیز می داشته باشن، یک دروازه طرف می داشته باشه، یک تو خانگاه که تو نیست که مثلا 15 تا خانه باشه، او خود زندان خونه نیست. کسا نمیفهمه قصر رو تو قصر دیده باشین بسیار کلان می باشه، یک دروازه ای طرف می داشته باشه، دروازه دست راست، دروازه دست چپ و یک دروازه مخصوص این طرف. این تمام همین دروازه های قصر چی کرد؟ قلف کرد. و غلقت الابواب و بسته کرد دروازه ها را. و قالت حیت لک، و گفت حیت لک، به من نزدیک شو، بیا پیش من بیا. قال معاذ الله. یوسف علیه السلام استعاذه چی است؟ استعاذه
یکی از عبادات قلبی چی است؟ استعاذه هست که هم عبادت قلبی هست هم عبادت زبانی. استعاذه چیست که میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله، ما به الله چی میکنم؟ پناه میبرم. این بعضی کسا در سابق که از بعضی کسا به اسپند پناه میبرن، دیدین؟ بعضی کسا به بربو پناه میبرن، بعضی کسا به جن پناه میبرن، بعضی کسا به بت پناه میبرن، بعضی کسا به قبر پناه میبرن. این پیغمبر الله که موحد است به کی پناه میبرن؟ به الله پناه میبرن. قال معاذ الله، گفت پناه میگیرم به الله سبحانه و تعالی. انه ربی، او هست رب ما، خلق کننده ما، شفا دهنده ما، روزی دهنده ما، نگه دارنده ما. انه هست ربی که مرا تربیه کرده هست، تربیه کننده ما. احسن مثوای، بسیار نیک ساخت مثوا جای مرا، یعنی مرا بر یک جایگاهی بسیار عالی دادن. وقتی که ما تو یک جایگاه عالی دارم، چطور امکان داره با تو یک عمل زشت مبتلا شم؟ انه یقین داشته باشین که لا یفلحو، کامیاب نمیشوند الظالمون، مردمان ظالم. یعنی کسی که گناه میکنه، خود گناه یک ظلم است که بالای کی ظلم میکنه؟ بالای نفس خود ظلم میکنه. و الله کامیاب نگه نمیکنه ظالمان را. ولقد همت به، میگه این یقینا که امی خانم چی کرد؟ قصد کرد به سوی یوسف علیه السلام. اما یوسف علیه السلام چی کرد؟ الله متعال میگه که او قصد نکرد. و هم بها لولا ان رأى برهان ربه، میگه او هم شاید قصد میکرد اگر نمیدید دلیلی که الله برازو داده بود. یعنی یوسف علیه السلام قصد نکرد. بعضی کسا که از پیشان اشتباه میشه، عصمت پیغمبر از پیشان خراب میشه. فهمیدی یعنی؟ اینجا اطور است که پیغمبر معصوم بود، پیغمبر پاک است، بالا از وحی آمده و الله متعال او را حفظ میکنه از صغایر و کبایر. این زنا خو یک گناه بسیار خطرناک کبیره هست و علاقمندی بر زنا ای خو گناه هست. بناهن الله متعال میگه که او خانم وقتی که قصد کرد به طرف یوسف علیه السلام، یوسف علیه السلام هم اگر دلایل ربش نمی بود، آنچه که الله برش تعلیم داده بود، او را پاک ساخته بود، عصمت الهی نمی بود، ای هم قصد میکرد ولی ای قصد نکرد یوسف علیه السلام. ولقد همت به، اینجا وقف است، یعنی که ای خانم قصد ورزید، همت ورزید به کی؟ به یوسف علیه السلام. و هم بها لولا ان رأى برهان ربه، و شاید هم که او هم همت میورزید یا قصد میکرد به طرف از او اگر نمیدید او قبلا برهان کی را؟ دلایل رب خدا که الله برش فامانده بود که تو پیغمبر معصوم هستی، تو پاک هستی، تو عزیز زنا و از علاقمندی و علاقمندی نشان دادن به خانمهای دیگران به این چیزا از یا کل شورا الله متعال معصوم و پاک گشتانده بود. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، گفت این چنین است که الله متعال میگه لنصرف، تا بازگردانیم عنه از یوسف علیه السلام، السوء والفحشاء، بدیها را و فحشا را. یعنی الله متعال پیغمبر خدا معصوم ساخته، پاک ساخته، توجه از او را به گناه ها جلب نمیکنه، بلکه الله متعال میگه ما به این شکل ایره دور میسازیم، منصرف میسازیم از او. چی را؟ حتی اگر دیگرها قصد سوء بکنن، قصد بدی بکنن و فحشا بکنن، الله متعال منصرف او را میسازه که کامیاب در قسمت از اونا کامیاب نمیشه. انه من عبادنا المخلصین، الله میگه ما چرا ایره نجات دادیم؟ به خاطر که از بنده های مخلص ما بود. متوجه هستین؟ بنده های چی ما بود؟ مخلص. یکی مخلص است، یکی مخلص. چی فرق است بین مخلص و مخلص؟ مخلص کسی است که تمام اعمال خود 100% به خاطر رضایت الله انجام میده. وقتی که تو 100% کار به خاطر رضایت الله میکنی، باز از توصیف کس خوشحال نمیشی، از انتقاد کس خفه نمیشی. نفهمیدی؟ مثلا تو بسیار خوب دعوت کردی، یک عمل نیک کردی، اگر کس هم تو رو توصیف کرد ماشاءالله چه خوب جوان هستی و چقدر خوب آدم هستی، چطور هستی، تو خوشحال شدی، تو مخلص نیستی. اگر کدام روز باز یک کسی سرت انتقاد کرد، یک دو تا نام سرت ماند، گفت بخی گم شو برو وهابی گک، تو چی آمدی برای ما گپ میزنی؟ بخی تو خودت تا دیروز چه قسم بودی؟ ها؟ برو که لطت میکنم، برو که باشه. اگر باز دمی 4 گپ مردم متاثر شدی، باز هم تو مخلص نیستی. چرا؟ مخلص کسی است که 100% کار خود به خاطر رضایت الله میکنه، کس خوش بود یا خفه بود متوجه از اون نمی باشه. انال یوسف علیه السلام از جمله چی بود؟ از جمله مخلصین بود. انال یوسف علیه السلام اگر باز انسان
اخلاص میکنه همیشه 100% به خاطر رضایت الله، با زور الله متعال چی میکنه؟ تاپه اخلاص در قلب از او میزنه، باز این مخلص میشه، الله بازی را خاص برای خود میگردانه. آل یوسف علیه السلام چون تقوا کرده دینداری کرده ایمانداری کرده، آل از رتبه مخلصین برآمده به رتبه چی رفته؟ مخلصین. فهمیده یعنی اخلاص خود انسان میکنه و مخلص الله انسان میگردانه. چرا که مثلا کافر گناه زیاد میکنه باز الله میگه اینه میگه ما در قلبش مهر زدیم. مهر چی را زدیم؟ مهر بدبختی را. چرا زدیم؟ کلا بل ران علی قلوبهم. مهر زده شد. چرا؟ به خاطر که کسب غلط میکنن. اینا اگه یک نفر 100% عبادت الله را میکنه بسیار مخلص میباشه و هر کارش به خاطر رضایت الله هست، باز الله متعال تاپی چی در قلب ازی میزنه؟ تاپی اخلاص میزنه. آل اینجا در قرآن مخلصین است یا مخلصین؟ ها؟ مخلصین است نه؟ این الفرق بین مخلص و مخلص فهمیدن؟ مخلص خود انسان می باشه، مخلص چی می باشه؟ که الله او را چی ساخته باشه؟ اخلاص برش داده باشه. این الله متعال میگه انه یقین داشته باشین که یوسف علیه السلام بود از چی؟ من عبادنا، از جمله بنده های ما که مخلصین، بسیار بنده های مخلص که اخلاص کرده بود، باز الله اخلاص از او را پذیرفته بود.